همونطور که در قسمت قبلی گفتیم، قالب‌بندی سازه‌ها در گذشته در جهان با چوب انجام می‌شد. حتی برج آزادی هم با قالب‌های چوبی ساخته شده. اما شاید براتون سوال باشه که چی شد پای قالب‌های فلزی به ساخت و ساز ایران باز شد؟ ماجرا از اواخر دهه 50 شمسی شروع میشه، جایی که حاج آقا خداشکر کاظمی، بنیانگذار گروه صنعتی بوزرجمهر، برای اولین بار قالب فلزی بتون رو در ایران طراحی و تولید کردند. بوزرجمهر با طراحی قالب‌های مدولار و همکاری با دانشگاه‌ها و چاپ کتاب‌های تخصصی در این حوزه پایه‌گذار قالب‌بندی مدرن در کشور شد. بعد از جنگ بین ایران و عراق با اوج گرفتن پروژه‌های عمرانی، نیاز به سرعت، دقت و کیفیت بالا رفت. شرکت‌های زیادی هم وارد این صنعت شدند، ولی جاده‌ای که بوزرجمهر ساخته بود مسیر بقیه رو روشن کرد. از سد کارون 4 تا تونل‌های متروی تهران، از برج میلاد تا هزاران پروژه دیگه، رد پای بوزرجمهر همه جا دیده میشه. و امروز بوزرجمهر با ربات‌های تمام اتوماتیک فانوک، سیستم‌های جوشکاری لینکلن و تکنولوژی روز دنیا با دقت میلیمتری یکی از پیشرفته‌ترین تولید کنندگان قالب و تجهیزات قالب‌بندی در خاورمیانه است. گروه صنعتی بوزرجمهر.